سوره روم شروع میشه. این سوره را به نام روم یاد میکنه. یا نقطه مهم است. چرا؟ به خاطر که رومیا غلبه پیدا کرده بالای کسانی که مشرک بودن، مجوس بودن، آتش پرست بودن، قائل به دو الله بودن، به دو خدا بودن که برش خداوند میگفتن، یزدان میگفتن، اهرمن میگفتن. سر از غالب میشه. و این پیشنگویی قرآن کریم است که بسیار فایده ها را در ضمن داشت. خبر قرآن صادق شد، گپی پیغمبر علیه السلام نبوتش معجزه شد. و بله، او کسایی که اهل کتاب به الله عقیده داشتن، اگرچه در بعضی جاها شرک هم میکردن، و سریع کسایی کامیاب شدن که بالکل نعوذ بالله آتش پرستش میکرد. از او خاطر سوره را به نام سوره روم مشهور کرده. این سورت 84م سورت است، سوره مکی است که قبل سوره عنکبوت و بعد سوره انشقاق نازل شده. ارتباط این سورت قطع ما قبل. در اونجا الله تبارک و تعالی موضوع جهاد بیان کرد که هر کس تلاش بکنه الله او را نصرت میده. او نصرت الله شامل حال محسنین است. اینجا مثالش بیان میکنه. سالی که رومیا سری فارسیا کامیاب میشه، سالی است که در جنگ بدر مسلمان ها سری کفار چی میشه؟ کامیاب میشه. الله نمونه عملی از این را به مردم پیش میکنه که بله این قسم حالت است. دیگه حاجت به دیگه ارتباطاتش نیست. در اول موضوع غالب آمدن رومیاست. زمانی است که پیغمبر علیه السلام نبوتش ظاهر شده، گپ و گودا سر و صدا است. دمی فرصت پاچای دو زمان که کدام کس در ایران پاچا بوده، او حمله میکنه بالای رومیا. روم یکی شرقی است یکی غربی. اما روم شرقیشان سری از که نزدیک به چیسته در مکه است که به نام از رعات و بصرا یاد میکنه، در موقع شام است و در زیر تسلط رومیا بود. فارسیا جنگ میکنه و امو مناطق تسخیر میکنه و رومیا شکست میخوره. توسط این کامیابی فارسیا جشن برپا میشه در بین مشرکین مکه. چرا؟ و این فال نیک به خود گرفتن که اینمی قسم مقابلین و مخالفین ما هم از بین میره. چرا؟ میگه مسلما وارسته، یعنی الله را قبول نداره، عبادت برای الله را خاص نمیدانه. از امو خاطر فارسیا با مسلماست و اهل کتاب با مسلمان ها وارسته. از او خاطر کامیاب شدن، ما کامیاب میشیم. ای گپ اگرچه اینجا مسئله کامیابی نبود، خود سر و صدا خیلی زیاد بالا شد. مثل که آل دنیای غرب همیشه از تبلیغات چی بگوی، از تبلیغات و سر و صداها خیلی فایده را میورداره. امی قسم حالات آمد، مسلمان ها خفه شدن. امی بود که ای آیت ها نازل شد. قرآن آیت ها نازل شد که بعد از مغلوب بودن امی رومیا باز غالب میگردن. فی بضع سنین، بضع میگه از 3 بالا تا دره. از امو خاطر وقتی که این آیت ابوبکر رضی الله عنه شنید، رفت قط یکی از کلانای کافر چی کرد؟ شرط بسته کرد. این خبر برش داد که رومیا باز کامیاب میشه. او گفت اگه کامیاب شه ما اینی قدر شتر برات میدم. 7 دانه شتر یا ماندن چیره یا 40 دانه بنابر روایات. پس آمد به پیغمبر اسلام گفت که من خو قطعی از شرط ماندم. گفت ده چه قدر؟ گفت ما ده 3 سال. پیغمبر اسلام گفت ما گفته بودم که ده 3 سال. الا برو شرط اضافه کو، خو لیکن سالا را قطعش اضافه بکو. ده 7 سال یا 9 سال بنابر روایت. او قطعش چیسته؟ باز شرط لگان خود شترها را 100 دانه جور کرد. چند دانه؟ 100 دانه. الله تبارک و تعالی رومیا را باز دوباره حمله کرد. پادشاه حبش بود، فارسیا را شکست داد. اینجا دیگه سالی است که بنابر روایات صحابه کرام هم در میدان بدر سری کفار چی شده؟ غلبه حاصل کرده. از او خاطر دبل خوشحالی برای چیسته؟ مسلمان هم حاصل شده. این واقعه از این حیثیت مهم است که سبب خوشبختی مسلمان ها و غم و غصه کفار شده. وگرنه اهل کتاب هم مشرک بودن. بگوی اهل فارس هم چی بودن؟ مشرک بودن. هیچ کدام تفاوتی نداشت. خب بله، اهل کتاب قائل به کتاب آسمانی بودن، با بعضی پیغمبرها عقیده داشت، اگرچه نبوت پیغمبر علیه السلام نمیپذیرفت. قرآن برای ما درس میده که کسی که من وجهن چیسته منابع مشترک قطعی تو داره، او بری تو خیلی نزدیک است از او کسی که بالکل قطعی تو چی داره؟
منابع مشترک نداره. از امو خاطر الله تبارک و تعالی این معامله را در قرآن ذکر میکنه. خو این معامله فایده های دیگری داشت، به خاطر که اعجاز قرآن ثابت شد، پیشنگویی قرآن راست شد، نبوت پیغمبر علیه السلام دیگه تصدیقش میشه و الله تبارک و تعالی خبر داد که دینمی قدر وقت چیسته اینطور غلبه برای رومیا حاصل میشه و این فارسیا از بین میره و در این وقت مومنا خیلی خوش میشه. قرآن وقت خبر داده بود که مومنا خوش میشه. خوشی مومنا تصدیق خودی قرآن شد که قرآن صادق بود، تصدیق نبوت پیغمبر شد و دیگه دشمنی قوی شکست خورد و دیگه دشمنی مقابل خودشان در جنگ بدر شکست خورده. یعنی چند خوشحالی برای مؤمنا حاصل شده. الله او را بر ما یاد میکنه. الف لام میم، الله خب علم است. به اصل مقصدش غلبت الروم، مغلوب کرده شد الروم و رومیا فی ادنى الارض، در نزدیکترین زمین که متصل چیست سرزمین عربستان است که او در بین از رعات و بصرا، یعنی سرحد شام و حجاز است، در بین از او. و هم من بعد غلبهم، اینمی مردم پس از مغلوبیتشان سیغلبون، زور میشه غلبه میکنن بالای دشمن خود که فارسی است. فی بضع سنین، در چند سال، یعنی از 3 بالا از 2 پایین. لله الامر من قبل و من بعد، تمام انقلابات و تغییرات در اختیار کیست؟ الله. معلوم شد که الله هم کافر گاهی غالب میکنه. چرا؟ در جنگ احد وار غلبه داد به خاطر که تیز شوند. چی شوند؟ تیز شوه که میدان اعلان کنه، که موقع برای کشتن کفار چی شوه؟ حاصل شوه. از امو خاطر و الله امتحان میکنه، گاهی کافران را یکی کافر غلبه میده. لله الامر، خاص برای در اختیار الله سال امر کامیابی و مغلوبیت، من قبل و پیش از یم و من بعد و بعد از یم. و یوم اذن، در روزی که غالب میشه رومیا، یفرح المؤمنون، خوش میباشن، خوش میشن مؤمنا. چرا که خبر پیشنگوی قرآن صادق آمد، نبوت پیغمبر اینمی معجزه شد، اعجاز قرآن ثابت شد، خود مسلمان هم سری کافرها چی غالب آمدن. بنصر الله، بنصرت کی؟ الله. غلبه بنصرت کیست؟ الله تبارک و تعالی است. سینه را نمیزنه که الا فلانی کار و یارا کرده. ینصر من یشاء، نصرت میکنه الله کسی را که الله بخواه نصرت میکنه. این کاری الله است. بنابر حکمت و مصلحت ها گاهی دشمن هم الله نصرت میکنه. چرا؟ به خاطری که ما را امتحان کنه. و هو العزیز الرحیم، الله زبردست ذات است، هر فرمان اراده الله نافذ شده نیست. الرحیم و رحم کننده است، شفقت میکنه بالای مؤمنا که نصرت شامل حالشان میکنه. وعد الله، وعده کرد الله به وعده کردن که این کار شده نیست. لا یخلف الله وعده، الله مخالفت نمیکنه از وعده خود، یعنی کاری را که پیش خبر داده حتما او را واقع میکنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر مردمان نمیدانه. اعتمادشان سری اسباب و وسایل است. قدر ناامید میشه که نصرت از کجا بیا، مثل که آلی است. نه، وطن اولا کلی کفار گرفته، در هر جای فرهنگ غرب است. اگر ما تو مقاومت بکنیم، کمکی مقاومت به اندازه 1 روز مقاومت بکنیم، وطنی تا گرفته نمیتونه، فرهنگ خودت تو پیاده نمیتونه. خب ما توستیم که میدان برای شیلا میکنیم. ملا صاحبی ما فقط اجره را ما کم میگیره، مالداری ما پشتی راه های سود میگرده که کدام جای پول زیاد پیدا میشه. طلب کننده جاه و مرتبه خو پشتی وزارت ها و ریاست ها، خلاص دیگه سرت زور میشه. خود دیگه تو میپذیری، خود میپذیری. اگر تو مقابل بکنی نمیشه زور. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این کفار میدانن ظاهرا من الحیات الدنیا، چیزای سطحی و سرسری از زندگی دنیا را. بله، در برآورده کردن اسباب و وسایل راحت زندگی تلاش میکنه، امیر هدف خود قرار داده، امیر قدر معلومات داره. آلی چه قدر معلومات داره؟ کامپیوتر ساخته، دیگه وسایلی که خیلی راحت کننده است. لیکن و هم معنی الاخرت هم غافلون، لیکن یا از آخرت بالکل غافل هستن، در تلاش تعمیر دنیای دیگه نیستن. فکر میکنه اینمی جهان است و اینجا است که سخت خطا شدن. اصل جهان خود جهان دیگه است. این خود کاری کی بود؟ کفار بود. لیکن افسوس است که امروز امین معامله در بین کی است؟ مسلمانان. در امور دنیا آنقدر مهارت داره، آنقدر مهارت داره که از هر نقطه تجارت میکنه او میفهمه که اینجا فایده چند است. خب وقتی که پرسان کنی که لا اله الا الله چی معنا داره؟ صم بکمون میشه. نماز عبادت نیست،
پابندی و تسلیم شدن به احکام الله نیست، بس زندگی است همونطور میگه روز به روز زندگی ما خوب شود. اولم یتفکروا فی انفسهم، الله دعوت میده ما را چرا اینقدر ای آدم غافل باشه، بیخبر باشه تو انسانه که الله اینقدر جوهر داد، اینقدر مقام داد، اینقدر استعداد قابلیت داد، صرف برای خوردن و نوشیدن خواب کردن آمدی؟ نه، انسان تو باید الله اینطور فکر قوی برات داده، تنها در نفس خود فکر بکو، مقصد زندگی تا میدانی، الله را میشناسی، مسیری تا میشناسی که برای چی آمده ای. اولم یتفکروا، آیا یا فکر نمیکنن، نمیاندیشن، فی انفسهم دو معنا داره، فی انفسهم در نفس خود فکر نمیکنه که الله وجودی مرا از کدام ماشینا پرزه ها چه رقم اعضا جور کرده، این ساختمانکی پیدا کرده، کی دهی را در فعالیت انداخته، این کار کی کرده؟ این وجود نایاب و ناشنای مرا کدام ذات پیدا کرده؟ امو ذات مستحق عبادت و فرمانش قابل تعمیل است، همون ذاتی که وجود معجزه آمیزی مرا، وجود تعجب آمیزی مرا آفریده. وجود انسان تعجب آمیز است یا نه؟ الله که کدام ماشینایی در وجود تو مانده تا یم روزا دکترها در عمق از این نمیرسه که چی وظیفه ها را، که یک عضو تو چقدر وظایف انجام میده یا تلاش میکنه کی را پیدا کنه نمیتونه. خیر خو تو واری وجود الله به مسئولیت روان کرده در دنیا، یه همه چیزی را تو میخوری. یک دوم معنا اولم یتفکروا فی انفسهم، یا فکر نمیکنه دم دل خود، امو استعداد امو قوه مفکوره را که در قلبش مانده، امرای امو قوه چرا فکر نمیکنن، سنجش نمیکنه که ما برای چی آمدیم؟ ما خلق الله السماوات والارض، پیدا نکرده الله آسمان ها و زمین و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان و زمین است، الا بالحق، مگر برای ظاهر حق، که حق ظاهر شود. حقی ظاهر میشه که نظام الله در سرزمین الله حاکم شود. همینطور خو نیست که بخوب بنوش الله آسمان زمین بی هدف پیدا کرده، نه، و اجل مسمى، و پیدا کرده ایره به یک تاریخ مقرر. و ان کثیر من الناس، یقینا بسیاری از مردم ها، بلقاء ربهم، با ملاقات پروردگارشان، بازم معنا داره. و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم، با ملاقات پروردگار یک حساب و کتاب صورت میگیره، لکافرون، منکر هستن، فکر میکنه همین دنیا زندگی است، خوردن نوشیدن خواب کردن، خوشی غم از همین دنیا است، دیگه هیچ بکار نیست. سخت اشتباه واقع شده، از ملاقات پروردگار، از زندگی جاودانی انکار میکنه. اولم یسیروا فی الارض، آیا یا سیر و سفر نمیکنه در روی زمین، فینظروا، که ببینه کیف کان، چه قسم بود عاقبت الذین، انجام کسانی که من قبلهم، پیش از یا بودن، کانو مردم بودن از یا کده خیلی تنومند، کانو بودن اشد منهم، خیلی سخت از یا، قوتن از روی توانایی و طاقت، و اثار الارض، قلبه کرده بودن، تعمیر کرده بودن زمین، آثار گذاشتن در زمین، در هر جایی که می رفتن آثاری خدا می ماندن. قلاهای کافری باقی مانده یا نمانده؟ چقدر قوت داشتن که در نقطه بالای کو، این دیوالی کابل ببینید در کوی زنبورک از کجا شروع میشه یا بیشه، این پخسیش چکی کرده. و عمروها، تعمیر کردن دنیا را، زمین اکثر مما عمروها، زیاد از آن چیزی که تعمیر کردن مردمای حالی. و جاءتهم رسولهم، به مو مردمان آمده بودن بیا علیهم السلام برایشان، بالبینات، با دلایل، هر پیغمبر با دلیل و معجزه آمده بود. فما کان الله، نبود الله لیظلمهم، که یاره هلاک کرد که ظلم کرده باشه بالای از یا الله تبارک و تعالی، ولکن کانوا انفسهم، لیکن بودن بالای نفسای خود، یظلمون، ظلم میکردن، دعوت پیغمبر نادیده گرفتن، در مقابل دعوت پیغمبر قیام کردن، مخالفت شروع کردن، زمینه عذاب خود به خود مساعد کردن خودشان. امروز اگر هر بدبختی برای ما میاد از طرف کیست؟ از طرف خودی ماست. پشتی سر الله برای ما میگه ظهر الفساد فی البر والبحر، برای ما میاد. ثم کان عاقبت الذین، بعد از شد انجام او کسانی که عصوا، زشت کردن، عقیده توحید نپذیرفتن، السوء، خیلی انجام زشت، انجامشان زشت شد.
ان کذبوا بیاات الله. چرا انجامشان زشت شد؟ به خاطر که تکذیب کردن احکام الله را، نشانه و دلایل قدرت یا دلایل توحید الله را. و کانوا بها یستهزئون، نه انکار خود چی میکنی؟ و کانوا بودن بها بالای اینمی نشانه ها یستهزئون، مسخره میکردن. نعوذ بالله، الله رحم بکنه. امروز سنت های پیغمبر خو یا عمل نمیکنه، خود سری سنت های پیغمبر چی میکنه؟ مسخره میکنه. شطر واره استاد میشه، دنبای اسب واره دستای خود بالا میکنه. میگن نمیگن؟ خو خیر، روزی فرا میرسه که در عذاب الله گرفتار شود. الله اول پیدا کرده مخلوق، ثم یعیده، بازم دوباره میگردانه، پیدا میکنه شه. ثم الیه ترجعون، باز خاص بسوی یک الله ترجعون، بازگشت شما میشه. هر کدام حسابتان میده. الله سوال میکنه از پیشتان، کجا رفته بودی؟ برای چی رفته بودی؟ چی کردی؟ در روزی که قیامت قایم میشه، یبلس المجرمون، خیلی ناامید میباشه. المجرمون، مردمای گناهگار که کل عمر در معصیت و نافرمانی الله تیر کرده. یبلس المجرمون، خاموش میمانه، شرخ داده نمیتونه. حالی خو گناهگارا خز میزنه. حالی خو میگه فلان ولی باز مرا بخشش کده میتونه سفارش. الله چی میگه؟ ولم یکن لهم، نمی باشه برای از یا من شرکایم، او کسایی که یا عقیده داشتن که شریک الله است، شفاعا، سفارشی نمی باشه برشان. و کانوا می باشن به شرکایم کافرین، با مو شرکای خود انکار میکنه. حالی خو هر روز تعظیم و احترام و سجده برش میکنه و میگه که ما را خلاص میتونه. الله برش چی داده؟ حصه داده. در پشتو میگه برخی ورکړی ده، نازدانه است، نازول است. خو اونجا امین نازول و نازدانه شفاعت کرده نمیتونه. خود از یا از انکار میکنه که وای 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 وای. نه، در جای دیگه قرآن میاد از الله سوال میکنه که الله دو چند عذاب برش بده، به خاطر که ما را گمراه کرده بود، فریب داده بود. و یوم تقوم الساعه، در روزی که قیامت قایم میشه، یوم اذن، در روز یتفرقون، حالی خود یکی از دیگه جدا نمیشه، محکم یکی دیگه خدا گرفته استاد است. اونجا یکی از دیگه جدا میشه، تقسیم میشه، تابعین و متبوعین با هم جدا میشن. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ارچی و کسانی است که ایمان قرآنی آورده و مسلسل به مقتضای ایمان عملی صالح انجام داده، خاص به خاطر رضای الله، موافق نقشه رسول الله، فهم فی روضة، مردما در باغچه های بهشت است، یحبرون، خیلی شادمان گردانیده شده، خوشوقت گردانیده شده. الله نصیب ما کنه.